علی جان چطوری؟ سلام بر امیر عزیزم ارادتمندم. سلام علیکم با هموی او خوشویست کردکان که ایست لسر لایون برادرکانی سلیمانی و کردکان ایران ایوادرم هموتان زور زور باشین. علی جان سلام. من حالا یه کردی شد یه بخشیش دیگه. بله بچه بله هایی که سلام الان علی. میان تاکی من زور زور سپاس دکم رزمن هی. خب چطوری علی آقا خوبی؟ به هر ترتیب تونستیم ما کانکت بشیم و در خدمت شما. ممنونم علی جان، حالا بابت اینکه من آوردین رو خط. ما طبق نه صحبت خواهد. هایی که داشتیم با هم، خب داریم استارت میزنیم. همه به یه صورتی میدونیم که شرایط ایران به چه صورت الان و اینکه خب راجع به تمام مسائلی که الان حول و حوش ایرانه و اون اتفاقاتی که داره میفته، میخوایم برای اولین بار از قشر و نسلی باشیم که از درون جامعه ایران میخواد صحبت کنه. نه بله وابسته به یه گروهی باشه، نه حزبی باشه، نه به قول معروف حتی با جمهوری اسلامی بوده باشه. میخوایم به عنوان نسلی که به قول معروف تو این ایران بزرگ شده و حالا مهاجرت کردیم، مجبور شدیم بنا به یه سری مشکلات و ببینیم که اصلا چرا این اتفاقات افتاد تو ایران چه اتفاقی افتاد که به اینجای خط رسید و بله خب که هم برای ایرانیای داخل مشکلات خیلی زیادی درست شد و شده و خواهد شد باز، و هم برای کسایی که خارج از ایرانن. ما هم درست شد. تجربه داخل ایران رو داریم، هم تجربه بیرون ایران رو داریم، یعنی هر کدوم به یه طریقی واقعا دچار مشکل شدیم، دچار یعنی اتفاقاتی شدیم که اصلا فکرشو نمی‌کردیم. بله حالا امیدوارم که بتونیم از تجربیاتمون بگیم برای هموطنانمون توی ایران که بالاخره بتونن یه استفاده بکنن، یا حتی دوستایی که تو کشورهای دیگه داریم بنا به مهاجرتی کردیم. در هر صورت حالا من در خدمت شما هم هستم. خواهش میکنم علی جان، خیلی ممنون. شما تقریبا دیگه صحبت اصل مطلب رو گفتی و حالا ما مشکلی که داریم توی لایف میدونیم که میخواستیم یوتیوب و این لایو رو انتقال میدیم به یوتیوب، احتمالاً یه کار دراز مدت میخوایم انجام بدیم و قرار شد دیگه با هم شروع کنیم واقعا حرف زدن از دید مردم، برای اینکه کسایی که الان دارن صحبت میکنن. امیر جان حتما ما مطالب خیلی مختلفی رو داریم پیگیر میشیم. حتما عالی هم بحث که آره. امارات هم امارات رو خیلی خیلی آره جزو مسائل خیلی مهمیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، و حتما استقبال میکنیم، میتونیم جوینت بشیم با هم صحبت بکنیم. من علی آقا رو از چندین سال پیش میشناسم، در کردستان عراقشون کرد هستن اصلیتا. ما اونجا با هم آشنا شدیم از طریق ورزش و روزای خیلی قشنگی با هم داشتیم. جریان فکر کنم برمیگرده سال 2012 13 اگه اشتباه نکنم، شاید بله هم درست. بعدش. و علی آقا دیگه بعد از اون مهاجرت دومشون رو انجام دادن و من دوباره مهاجرت، یعنی تقریبا از که 20 ساله که ما هم تو منطقه کردستان ایران و عراق بودیم و من خودم و الانم که دیگه مهاجرت کردم مجدد. شرایطی که الان میبینیم او برادر کردکان که ین لسر خط و قصه که این زور زور حزکم به کردی لگل یا حساب کم و زور زور سپاس دندکم ایشالا هیوادارم او وضعیتی شرق الوسط که ایست رودا به زودترین کات حلبت و ایشالا وضعیتی که باش روید با هموی ولاتکان و هموی قومکانی شرق الوسط، چه عرب بن چه کرد بن چه فارس بن چه برادرکانی تر. علی جان حالا از مبحث اصلیمون هم خارج نشیم. خدمت شما شما که امیر آقا عزیزید، من در خدمت شما. مسئله آره ما قرار شد دیگه صحبت بکنیم، یه سری موضوعاتی هم هست که خیلی روزه به روزه و شما شروع بکنید، من در خدمت شما علی. ما الان یه سری حالا با توجه به اوضاع ایران یه سری بحث‌ها راجع به کرد و کردستان و بعضی تجزیه طلبی و این مسائل افتاد که خب میدونیم که این از قدیم تو جمهوری اسلامی رسم بوده که
وقتی که میخواستن مثلا حالا مردم رو بترسونن، مردم رو از تجزیه طلب میترسوندن، از کردها میترسوندن. این اتفاق برای ما افتاده. حالا ما که کرد بودیم میرفتیم تهران، این اتفاقات میافتاد برای ما، مخصوصا قدیما. حالا خب الان بحث ارتباطات اینقدر نزدیک شده، معمولا دیگه حالا قومیت ها و ملیت ها راحت‌تر با هم صحبت میکنن و اطلاعات بیشتری از هم دارن. ولی با قدیما این اتفاقات افتاده بود واقعا. حالا بخوام اسم داستان رو بگم که الان جاش نیست، قومیت های دیگر رو ترسونده بودن از کردها. من بحث سال 70 رو میگم، مثلا 70 75 80 اینا رو میگم. و خب اینکه انکار بکنیم همچین کسایی هستن یا نیستن، نمیشه انکارش کرد. خب هم پانتورک هست، هم پانکورد هست، هم بلوچ هست، یه سری افراد هستن. خب همه که موافق نیستن، یه چیز طبیعیه توی جامعه‌ای به بزرگی و به تنوع قومیت‌گرایی مثل ایران، یه چیز طبیعیه که همه یه سری دوست دارن جداشن، یه سری دوست ندارن. ولی خب اگه بخوام به درصد حساب کنیم، خب معمولا شاید اکثریت اصلا نخوان این اتفاق بیفته، اصلا به فکرشون هم ورود نمیکنه یه همچین چیزی مثل تجزیه طلبی و اینا. و خب معمولا بحث تجزیه طلبی و اینا از کسایی که میخوان قدرت رو به دست بگیرن، میخوان، حالا من نمیخوام اینجا صحبت کنم، میخوام با علی جان با شما شیر کنم اینو. حالا بله. شما نظرتون چیه راجع به این؟ اول که من امیر جان خیلی ممنونم که لطف داری به کردها، چون بخشی از زندگی منن واقعا و شهر دوم زندگیمه. حالا با اینکه من اصلیتاً، ولی از یه طرف مادری عراقی هستیم ما، چند نسل قبل مادری من، و حالا به هر جهت من چند سال بین کردها بودم و خاطرات خوب زندگی من فکر کنم بهترین دوران زندگیم در کردها بوده و شما هم کاملا درست میگید. خدمت شما عرض شود علی جان، راجع به این موضوع ما خب قرار شد از دید مردم قضایا رو بررسی بکنیم و 100% این گروه ها و احزابی که در کردستان، حالا ما بحث اصلیمون هست، فعالیت سیاسی دارن، باید ببینیم که آیا واقعا این تفکرات جدای طلبانه که دارن به نفع مردم ایران هست، به نفع مردم کردستان علل خصوص هست، یا اینها دنبال منافعی هستن که بعد از جدا شدن کردستان از ایران و مصلحتی که به دنبالش هستن، یعنی باید ما اینو بیشتر روش تمرکز داشته باشیم. چون ما تقریبا تمام دوره، یعنی جدا شدن و به قول معروف اون سیاست جدایی کردستان عراق از عراق رو دیدیم. هرچند کردهای عراق هیچ سنخیتی مثل کردهای ترکیه و سوریه با دولت مرکزی ندارن. یعنی کردها هیچ وقت با عرب نه مشارکت فرهنگی داشتن، نه نزدیکی به قول معروف تفکر داشتن، نه حتی از نظر چهره شما ببینی اصلا هیچ مشخصه که هیچ سنخیتی ندارن با اعراب. بنابراین اون جدا شدن و اون جدای طلبی و سالها جنگی که احزاب کردستان عراق داشتن با دولت بعث، به نظرم یه بحث اصلا به جایی بود. اما بعد از جدا شدن کردستان عراق و تبدیل شدنش به یه منطقه خودمختار، چه اتفاقاتی افتاد؟ ما نزدیک 20 سال توی کردستان بودیم علی آقا، شما دیگه خودت میدونی، و شرایطی که الان کردستان عراق داره بسیار اسفناکه، حقوق کارمنداشون نمیتونن بدن. و سلام بر احمد آقای عزیز، اما احمد خوش اومد. و الان خودشون به این نتیجه رسیدن که تمام لیدرهای اصلی چه یکی چه پارتی به دنبال منافع خودشون بودن. الان هم اگه شما دیگه میدونید دیگه، تمام خانواده های وابسته به دو خانواده اصلی، افراد وابسته به دو خانواده اصلی سیاسی کردستان عراق، تمام امکانات در اختیارشونه، اقتصادی، سیاسی، قدرت، پول، و یه آلیگارشی بسیار بزرگی رو انداختن و مردم عادی الان میگم حقوق نگرفتن و شرکت های خیلی بزرگی ورشکست شدن و این نشون میده که اون خودمختاری به نفع مردم کردستان عراق نشد و فقط باعث شد که جیب احزاب پر بشه. بنابراین ما باید ببینیم که تو کردستان ایران این احزاب جدای طلب به دنبال چی هستن، که من نظرم 100% اینه که با توجه به شناختی که داریم، حالا خود شما دیگه همه رو میشناسید،
اینها هم درسته که یه سری افرادی هستن که با اعتقادات خدمت به خلق کردستان دارن پیروی میکنن از لیدرهاشون، ولی لیدرها به نظر من دنبال منافع شخصی و سهم‌خواهی از آینده ایران هستن. بنابراین مردم کردستان خیلی باید آگاه باشن. و مطلب دیگه هم که من نمیخوام به درازا بکشه این قضیه، بعدی هم اینه که کردها بخش جدای ناپذیر تاریخ ایران بودن و متاسفانه بعد از جنگ چالدوران و جدا شدن یه بخش بزرگی از کردستان که اون هم کشورهای غربی باعث شدن که حالا نمیخوایم توی این موضوع ورود بکنیم، کردها از ایران یه بخشی جدا شدن به خاطر اختلافات مذهبی هم بود، اگر نه از نظر قومی قبیله‌ای و از نظر تاریخی و فرهنگی ما با کردها هیچ مشکلیش نداشتیم. یعنی در حقیقت ایران متعلق به کردهاست. اگه ما بخوایم بریم خود ایران و کلمه ایران که از کجا اومده و معنیش چی میشه، و نشون میده که تمام اقوام آریایی که متعلق به این سرزمین بودن این ایران رو تشکیل دادن در طول تاریخ، در طول چند هزار سال، و همیشه با هم بودیم. هر قومی که قوی تر بوده، توانایی بیشتری داشته، لیدر بوده، مثل قوم ما پادشاهی در اختیار داشته، بعد قومای دیگه‌ای بودن مثل پارسا، پارتا، و این همینجور چرخیده ولی هیچ وقت جدایی نبوده. اتفاقی که الان تو امریکای نوین داریم می‌بینیم دیگه، یعنی شما همه اقوام دنیا کنار هم دارن زندگی میکنن و بحث سیاسفید هر اختلافی هست تو خودشون حل میشه و بیرون درد داده نمیشه. متاسفانه ما اختلافات داخلیمون شد یعنی بهانه دست کشورهایی که بخوان از ما سوء استفاده بکنن و هر دفعه یه بخش جدا کردن تو این 500 سال بعد از جنگ‌های صفوی و عثمانی و ما اسیر این داستانا شدیم تا الان. حالا من نمیخوام زیاد وارد این قضايا بشم، اما فقط تنها نکته‌ای که خیلی مهمه آگاهی مردم کردستان هست که ایرانو از خودشون بدونن. یعنی اگه کسی هم بخواد بره بیرون، شاید بقیه اقوام باشن، از کسی هم، یعنی اسم ایران هیچ هیچ تناقضی با کرد و کردستان نداره و این تو طول تاریخ تحریف و مغزشویی که از کردها انجام شده و خیلیش هم از بلوک شرق مثل کمونیست‌ها اتفاق افتاده در دوران قاضی محمد، در دوران پیشاوری تو آذربایجان تو در و همزمان با میرزا کوچکان، و این دولت هم خب بهش دامن زده، ادامه داده و هیچ وقت نخواستن واقعیت ها اونجوری که هست نمایان بشه. حتی خودت میدونید دیگه کردستان عراق اصلا حزب بعث کاملا اصلا تاریخو جوری به کردای عراق آموزش دادن تو مدارس به صورت آکادمی که اصلا واقعا فکر میکنن که هیچ وقت نه ایرانی وجود داشته و نه کردستانی جزو ایران بوده و یه مثلا حمله ای شده، مثلا ایران اومده کردستان رو گرفته، در حالی که ما اصلا کلمه ایران از آیران میاد. اصلا خودت میدونی یعنی محل زندگی اقوام آریایی، همونجور که پسوند الف و نون از کردستان، بلوچستان، مازندران، گیلان باعث نشون دهنده محل سکونت میشه. یعنی اقوام تو طول تاریخ با همین امپراتوری تشکیل دادن و من مطمئنم ما انقدر مردممون به درک و فهم و آگاهی سیاسی رسیدن که اون اتفاق دوباره میفته و ما یه امپراتوری مدرن به شیوه جدید، شاید مرزبندی‌های مختلف ایجاد بشه ولی تمام مثل اتحادیه اروپا، این اتفاق به زودی میفته تو فلات ایران و خیلی از تئوریسین‌های حتی داخل حکومت معلوم الحال الان هم به این نتیجه رسیدن و خیلی از کسایی که خارج از کشور هستن هم این قضیه رو میدونن. اما به نفع خیلی کشورها مثل ترکیه شاید نباشه، عربستان سعودی نباشه، چون تو قدرت آینده خاورمیانه اونا خیلی کم رنگ خواهند شد. بنابراین حالا من صحبتم به درازا کشید علی جان، در خدمت شما هستم. این نظر من بود حالا راجع به این بحث جدای طلبی کردستان. راجع به کامل کردن حالا صحبتایی که کردیم در مورد علی جان یه احزاب. لحظه ببخشید، من چون خیلی بچه‌هایی که الان دارن کانکت میشن صحبتمون یادمون نره، بچه‌های کردستان عراق هستن، من میخوام کردی شما هم دوست دارم باشون صحبت بکنیم، چون متاسفانه بچه‌های داخل ایران همه یا اینترنت ندارن یا الان ساعتی نیست که فکر کنم دیر وقت باشه یا فکر کنم به خاطر اینترنت باشه. سلام علیکم بو هموی او عزیز خوشویستکانی که ایستا لسا خطن. من پیجکم هم چند سال نزدیک زیادتر در 12 سال موضوعی یاری و ریاضه و سپورت ها، بس
ایستا لسر موضوع ایران لگا کاکلی خوی کرد ایران و چند سالی که به یک واوین لسلیمانی دست من پی دو به قصه کردن لسر وضعیت ایران حذا کم او برادر کردکانی عراقش او خوشویستەکانی رەفیقەکان من لە کوردستانی عراقش هەر یارمەتی کە ئەتوانن بکەن لەسەر ئەم مۆزووە ئیمان لە خزمەتانین. ڕێبەرجان زۆر زۆر سپاس دەکەم. کاکسان دلسوزخان Hi Dario, how are you? We are speaking Persian and Kurdish. I think you will get a little bit confused with us, but you are welcome, brother. علی آقا در خدمت شما. منم بذار به کردی اول پرسی بکنم باشم. رضا سلام حتما. میاد خوش ویسان با همو کردکان حکومت هری ما کاک علی کوتی بو اوک گرک معنا لسر موضوعات ایران موضوعاتی که ایران خو ازانه نمو توشی شهر بو لگال ام حکومت جمهوری اسلامی گرک معنا توزی به یک قصه کیم لسر با کو خلق اتحادی. خب علی جان ما برگردیم به صحبت خودمون. الان احزاب مخالف کردستان من میبینم فقط حرفشون چیه؟ میگن ما میخوایم کردستان بشه به یه چیز آزاد بشه. آقا برنامه چیه؟ میخوای آزاد بشه؟ چه برنامه‌ای داری اصلا؟ ندارن برنامه. نیروی تخصصیت کیه؟ آدمای دور و برت کیان؟ با چند تا اسلحه و 1000 نفر و 5000 نفر که تو نمیتونی بیای اونجا رو بگیری. پادگان که نیستش اونجا، هزاران نفر آدم متخصص هست. الان کردستان ایران، کردستان شاید به جرئت اینو بهتون بگم، والا تویی نشه به کردستان های جای دیگه، ولی شاید قشر باسواد بین تمام کردها کردستان ایران باشه واقعا. و این که تو فقط بیای یه حرفی بزنی ما میخوایم خودمختار کنیم کردستان رو، میخوایم چه میدونم آزادش کنیم، برنامه چی اصلا؟ میخوای چیکار کنی؟ مگه یعنی هیچ هدفی نداری، هیچ بک‌گراند نیستش اصلا. طرف خودت هم نمیشناسه، فقط اسمتو میشناسه، نمیدونی کی هستی، کجا بزرگ شدی، متخصصی، سوادت چیه، دموکراسی میخوای، آیا اصلا فکرت چیه، نگرشت چیه. من خدمت این دوستانم عرض کنم که ما خب میخوایم خیلی عامیانه صحبت کنیم، نمیخوایم به قول معروف 47 سال شماها اومدین صحبت کردین که این وضع موجوده، حالا چه تو کل ایران گرفته چه برای کردستان گرفته. حالا ما میخوایم به عنوان مردم صحبت کنیم، میخوایم خیلی عامیانه صحبت کنیم که ببینیم چیزی که از شماها دیدیم هیچی بوده، نابودی بوده در حقیقت. الان سر همین احزاب مخالف کردستان ما چقدر کرد داشتیم از بین رفتن، چقدر کرد داشتیم گول خوردن، از دانشگاه اخراج شدن، بلا سرشون اومد نتونستن ادامه تحصیل بدن. من خیلی از دوستان بودم واقعا میرفتن، حتی با مجاهدین هم رفته بودن اون زمان از شهرمون مثلا، بعد برمیگشتن همه دیوونه شده بودن. بله آره دقیقاً علی آقا کاملا درست میگی. ما الان به یه وحدتی رسیدیم، یعنی مردم عامی ایران همه متفق القول رسیدن به دوران گذار و طرح شاهزاده رضا پهلوی. و من خودم به عنوان یه نفر، همونجور که میگی از دل مردم، چون ما سیاسی نیستیم، من نهایتش یه فرد عادی هم که تو بحثای ورزشی میتونم حالا صاحب سبک باشم، اما قرار شد دیگه با هم ما یه کار مشترک بکنیم از دید مردم که تو یوتیوب هم حالا حتما اشاعهش میدیم، توی اینستاگرام لایو میذاریم و امیدوارم افراد بیشتری بتونیم تو ساعتهای خاصی قرار بذاریم و افراد بیشتری بتونیم جذب بکنیم که این بحث گسترده بشه. اما چیزی که الان هست، احزاب کردستان ایران هنوز نه پلتفرم دارن غیر از چیزهایی که به خورد اعضای داخل سازمانی خودشون میدن که ما باید بجنگیم، حتی جنگ مسلحانه واسه خلق کردستان، ولی هیچ پرسپکتیو از آینده ندارن. این خودمختاری چیزی که واسه ما مسلم هست، اطلاعاتی که ما داریم و دیدیم در 20 سالی که در کردستان زندگی کردیم، این خودمختاری فقط در راستای رسیدن به فاند، وصل شدن به کشورهایی که منفعتشون در جدا شدن ایران هست، جدا شدن کردستان از ایران هست و خدمت شما عرض شود منافع آینده خودشون هست. همونجور که دوتا خانواده اصلی، حالا من اسمم نمیخوام بیارم چون بسیار مثلا قابل احترام هم هستن اونها، اما شما ببینید تمام منافع کردستان عراق بین این دوتا خانواده تقسیم شده و چیزی که باقی مونده فقر و بدبختی و بیکاری و
حالا علی جان، بی‌ثباتی واسه مردم کردستان عراق و این اتفاق واسه کردستان ایران هم خواهد افتاد با توجه اینکه احزاب کردستان ایران گسترش بیشتری دارن، تعداد بیشتری دارن، سهم‌خواهی‌ها بیشتر خواهد شد، جنگ داخلی بیشتر میشه و شما مطمئن باش داستان‌های بسیار زیادی و مردم داخل کردستان ایران هم میدونن این قضايا و من مطمئنم که تو شهرهای مختلف من دوستایی دارم که به این قضايا واقفن و دیگه هم دوره اختلافات مذهبی توی ایران تموم شده، چون مذهب خیلی کم رنگ شده. اگه احزاب بخوان حتی با شعار شیعه و سنی هم کردستان و کاری که عثمانی و صفوی 500 سال پیش انجام شد و یه بخش بزرگی از کردستان به خاطر اختلافات مذهبی توی جنگ چند ساله سنتی بین امپراتوری عثمانی و دولت صفوی از ایران جدا شد متاسفانه، که اینجام ختم شده الان و انگلیس هم توش دست داشت. الان این قضايا مطمئنا باعث نمیشه دیگه که مردم ایران آگاهی و اون شناخت نداشته باشن. بسیار آگاهن، سطح سواد و تحقیق به حدی بالا رفته با توجه به اینترنت آزاد، با توجه به امکاناتی که تکنولوژی در اختیار نسل ما گذاشته که حتی بچه‌هایی که الان فکر کنم 7 8 10 سالشونه خیلی از واقعیت‌ها رو خیلی بیشتر از ما حتی درک میکنن و میدونن که یه ایران منسجم، البته هر کسی باید حق اینو داشته باشه که بتونه توی مدارسش، توی دانشگاه‌ها، مثل الان چیزی که الان توی کانادا هست. الان توی کانادا 2 تا استان خیلی بزرگ، یکی فرانسوی زبان هست، یکی انگلیسی زبان، ولی باعث اختلافات خیلی زیادی شده. اگه این 2 تا استان میتونستن یه زبان مشترک داشته باشن ولی هر کس هر زبانی که دوست داشت صحبت میکرد و این توافقات شده بود، مثل امریکا که زبان مشترک انگلیسیه ولی خب هر کی لهجه خودش رو داره، امکان داره کسی مکزیکی باشه مکزیکی صحبت بکنه، ولی کسی هم نمیاد بگه آقا چون من مکزیکی هستم و چندین سال توی این کشور زحمت کشیدم حالا من بعد یه مدرسه‌ای داشته باشم. بحث ایران پیچیده‌تره البته، به خاطر اینکه این قوم ها هزاران سال خودت تو کردی دیگه. حالا خدا رو شکر شما هستی که نماینده‌ای بشه از طرف کردستان که اگه حرفای منم جایش اشتباه اصلاحش بکنی. اما من نظرم اینه که باید همه اقوام بتونن آزادانه با زبان مادری صحبت بکنن، خوندن و نوشتن یاد بگیرن، اما واسه یه زبان مشترک باید باشه واسه توسعه علم، واسه ارتباطات و گسترش کشور و پیشرفت، مثل اینکه انگلیسی که در کل دنیا الان زبان مشترک و هیچ کسی هم اصلا این بحث هیچ وقت پیش نمیاد که چرا انگلیسی، چرا نه مثلا ژاپنی، نه چرا آلمانی، نه. این چیزیه که توافق شده و این هم هزاران سال این بوده. زبان مشترک ماست فارسی، هیچ ارجعیتی هیچ کسی به خاطر این زبان به کسی دیگه ای نداره، کما اینکه من الان خوندن و نوشتن کردی رو هم بلدم و افتخار میکنم. بنابراین من نظرم اینه که دیگه احزاب کرد با اختلافات مذهبی، با اختلافات سلیقه‌ای بر اساس زبان که ما نمیتونیم زبان خودمون رو اینها همه میتونه تو قانون اساسی جدید گنجونده بشه و قابل حل در یه پکیج ایران واحد. و این چیزایی که راجع به سالها شستشوی مغزی دادن همه قابل حل خواهد بود. امیدوارم واقعا، افکار منم مال خودمه، امیدوارم که حالا خیلی دوستانم کم کم بهمون اضافه بشن تو این روزهای آینده و بتونیم بیشتر بحث بکنیم. در حالا من خدمت علی جان. حرفای شما رو کاملتر بکنم ولی جان، ما برای خواهش آینده می‌کنم. ایران نیاز به این داریم که یه قانون تو قانون اساسی لحاظ بشه که همه ایرانی‌ها از همه اقوام، قومیت‌ها، طایفه‌ها، زبان‌های علی جان یه مختلف. لحظه من الان میام خدمت شما، یه لحظه من باید بله. ادامه بدید، شما در خدمت. عذر میخوام. خواهش میکنم. لای آره، من درخت. آره، داشتم میگفتم که همه اقوام، ما با تو قانون اساسی آینده ایران یه جوری این قانون رو درست کنیم که دیگه این مشکلاتی که این 47 ساله بود درست نشه. یعنی یک کرد هیچ وقت فکر نکنه شهروند درجه دوه، یه ترک فکر نکنه شهروند درجه دوه، بلوچ فکر نکنه. یه قانونی درست کنن که همه اقوام شهروند درجه یک ایرانن. بله. نه فارس ارجحیت داشته باشه، نه کرد، نه ترک، نه بلوچ. این دقیقا. باعث میشه که دیگه این اختلافات به قول من قومیتی تو ایران درست نشه دیگه. مثلا کسی هم نتونه از این وضعیت سوء استفاده بکنه. خب جمهوری اسلامی همه میدونیم دیگه، حالا بنیه‌اش چی بوده، چجوری روی کار اومد، کاراش چی بودن و تا الان هم که اومده و همینجور داره به خرابکاریش ادامه میده، همه میدونیم دیگه.
اینکه بخوایم هی توضیح بدیم اینو واقعا چیزی حل نمیکنه، چون واقعا همه در جریانن. بله ولی الان برای آینده میخوایم چیکار کنیم؟ من خودم هم با طرح شاهزاده کاملا موافقم. دقیقا طرحی که دارم، برنامه‌ای که دارم و اعتقادم هم اینه، این اعتقاد منه که تنها کسی که میتونه این ایران رو تو این دوره گذار ببره به یه دموکراسی سکولار، به نظر من فقط و فقط ایشونن. چون کسی واقعا نداریم، واقعا کسی وجود نداره الان در قد و قواره ایشون باشه، چه از لحاظ سواد اجتماعی، چه از لحاظ علمش، چه از لحاظ اینکه دنیا رو میشناسه، سیاست رو میشناسه. دقیقا حالا میگم تنها موردی که هستش که میتونه دیگه از این بحث رو برای همیشه تموم کنه، چون که اگه قرار ببین ما چیزی به اسم تجزیه تو ایران نداریم، ما همیشه از ایران بریده شده، چیزی به ایران اضافه نشده که بگیم مال یک کشوری میخواد ببره. دقیقا در طول سالها فقط از ایران کم شده. یعنی اگه قرار دقیقا باشه بحثی اضافه بشه باید برگرده به ایران. ما دقیقا بحثمون اینه. همینطور. ایران هم فقط مجموعه نیستش بگم برای فارس یا قومیت خاصی یا کرده، نه، ایران با همین اقوامش قشنگه. حتی تعریف ایران میشه همین اقوامش. اگه این اقوام نباشن اصلا سرزمین به اسم ایران دیگه وجود نخواهد داشت. کاملا درسته، من با شما هم عقیده‌ام و تنها راه ما پیوستن به جمعیت پادشاهی خواه و رسیدن به صندوق رأی آزاد و قرار حالا علی گرفتن تو ببخشید، سامانه گذار هست. جانم. دوستان با این کلمه پادشاهی هم مشکل دارن، حالا مخصوصا بله دوستانی تو کردستان که خب بله پادشاهی مال مادها و آریایی ها بوده. بله یعنی دقیقا. ایران هم پادشاهی بوده. این که یه حس بد به آدم میده، من نمیدونم، حس بد میگیرن از این کلمه. حالا ما این کلمه رو بگیم این صندوق رأی مشخص خواهد کرد، حالا میخواد پادشاهی باشه یا جمهوری فرق نمیکنه، مهم اینه اون دقیقا دموکراسی اجرا بشه. ما آره ببینید اصلا الان شاید هم زود باشه که ما بخوایم سیستم، اصلا بله ما به عنوان کسایی که